مامان جان من دیگه میخوام از این خونه برم و مستقل شم. زود به زود میام بهتون سر میزنم. مامان جان من دارم میرم کارتون خواب شم. از این به بعد باید زیر پل دنبال من بگردید و منو پیدا کنید. من دیگه رفتم. خدافظ. بچه‌ها براتون یه سورپرایز دارم. میخوای دنگ فلافل تو بدی؟ داداش گفتم سورپرایز نگفتم معجزه که. ای بابا کانال ما اضافه شد. خب به انا سلام، امروز اومدیم آسون ترین روش دزدیدن بچه ها توی خاورمیانه رو بهتون یاد بدیم. چرا هنوز داری این ویدیو رو میبینی؟ نکنه میخوای بچه بدزدی؟ آجی عجب پلیسای سمجی بودن ول نمیکردن که. آره بابا چرا من هر چقدر آیزاکی میزنم اینا نمیرفتن. اسکلون واسه بازی کار میکنه، الان داریم واقعی دزدی میکنیم. اینا رو ولش کن، کیفو خالی کن ببینیم چقدر به جیب زدیم. حال داری بابا آمو، حالا فردا اخبار خودش میگه دیگه. ولم کن. مامان جان وقت اذانه. عزیزم. مامان دستم درد گرفت. میتونی کمکم کنی تمامش کنم؟ مامان جان بهت گفتم که این کاراتو باید آخر شب انجام بدی، ولی فکر کنم مامان باید کمکت کنه تا تموم شه. مرسی مامان، خیلی خوش کردن این بشقابا سخته. هی تو، آره با تو هم میدونم داشتی به چی فکر میکردی. هرچی سریعتر بیا برام همون بعد ذهن کثیف تو اسکاچ بکشم. سلام آقای دکتر. سلام جانم، چطور میتونم کمکت کنم؟ این جواب آزمایش منو میشه ببینی؟ بده ببینمش. چقدر کوچیکه. مگه تو آزمایش خونم نشون میده؟ نه زدم عکس بعدی، برای همین دیدمش. باورتون نمیشه، دیروز توی راپله زن همسایه‌مون رو دیدم، بهش گفتم خانم موسوی چرا دندوناتون توی دهنتون نیست؟ گوشه چادرش رو صفر کرد و گفت چون رفتم دندون پزشکی و همه رو کشیدم. بهش گفتم پس چرا این یه دونه جلویی رو نکشیدید؟ گفت آخه میخوام با این یه دونه چادرمو نگه دارم. لعنتی با این اعتقاداتش کمرمو شکست. آخه مرتی که قرمساق، پوتین 2-3 روز قبل از حملش به اوکراین خبر داد، بعد تو لاشی سرزده میای دیدنی؟ بعد اون بچه طول سگتو جمع کن، هرچی موز و خیار میبینه بله میکنه. حالا اونو ولش کن، میگیم بچه‌ست نمیفهمه. خودتو چی بگم؟ آخه به تو چه؟ من کی میخوام زن بگیرم؟ خودت زن گرفتی، یه طول پس انداختی، کجای دنیا رو گرفتی؟ یه دقیقه سر تو از منبع تغذیت بیرون بیار، شاید چیز خوشمزه تری هم این وسطا پیدا کردی. مامان منو میخواستی به دنیا بیاری، پسر میخواستی یا دختر؟ مادر جان از خدا که پنهون نیست، از تو چه پنهون که من کنترل تلویزیون رو میخواستم از زیر مبل در بیارم. بیشورترین آدم کره زمین میدونی کیه؟ اون کسیه که دقیقه 90 زنگ میزنه و قرار رو کنسل میکنه. لعنتی من به خاطر تو قرمه سبزی با پیاز نخوردم. اون چه فیلمیه که معمولا 2 تا شخصیت داره، همیشه خدا هم لختن، معمولا با هم دیگه صحبت نمی کنن، فقط جیغ و داد و ناله میکنن و همه از دیدنش لذت میبرن. آفرین تام و جریه، تو هم بعد از دیدن این ویدیو بیا ببرمت همون ذهنتو باید اسکاچ بکشم. مقصر تو نیستی یا جامعه خرابه. 5 دلیل این که ایران بهترین کشور برای زندگیه. دلیل اول،